منم میگفتی که من دکتر میشم برای تو برای چه درمندم اوخی مورا خوک دهن کده ای دخته اوخی مود گفره ای نداریم ای جو بخیزیم. ماتمی بیبی از خودکشی نبیرش بیبی سونیا تقویبه خواننده مکتب در شهر باختر 6 ماه گذشت. اینمی خلطه سفید خطی اینمی جا خچه دور کشیده. بیبی سونیا 14 ساله پیش از خودکشی نامه‌ای را گذاشته است که باعث بازداشت مادر و سرگردانی بیبی شد. امون نوشته که او چجان گفته تمرا برای نگویا که برای نوده انگور زده باشه او را گویا که او به مخپر زده باشه او را آخی اون نانی او را من میپختم لوی چکدان من میرفتم من مخپر داشتم او 21 سال ده او یگان بار مادری نشد که لوی چکدان بره و او چی کنه نام بپزه که مخپر بگیره آخی. جهانبی ایسایوا میگوید که نوشته نبیرش حقیقت ندارد. شعبه تفتیشات پرونده های مخصوصا مهمی دادستان ولایت ختلان علیه مبارک گیاییوا مادر بیبی سونیا پرونده جنایی باز کرده است. به خودکشی رسانیدن. وابسته به یک چند حالتی منتظم لطخوب کردن پس زدن شان و شرف یعنی خواننده میره. زپیچکایی که کاغذی که پیش از مرگش نوشته است دستگی چی افتند از بالای کراوات افتند در اونجا به نهایت خوب می نویسد که کی زده است چی زده است از مادرش سر کرده تو دیگر اعضایان عائله چخیل به اون کس لطکوب اون کس تحقیق کردم و مورد لطکوب قرار دادم. دادستانی ولایت از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرده است. این مادر تلاش دارد در مراجعت‌های رسمی اثبات کند که دخترش بیگناه بوده. تفتیش پرونده جنایی به حالت روانی او تاثیر کرده است. دخترم در امو بالسای روی امو جایی که آدمای گناهگاری سودیم نسته در امو جا محکم میکنن لیچنی میکنن امو جای میرم گریه متا میکنم ممکن است گفته آخی او گناهگار نیست. از بیمارخانه بیماری های روحی ختلان بیستری بودن مبارک گیاییوا را تصدیق کردند ولی نگفتند او چی بیماری داشت. در 6 ماه اول سال جاری در ختلان 23 خواننده مکتب خودکشی کرده است. سال 2020 در این ولایت 38 حالت خودکشی نابالغان ثبت شده است. در اکثر موارد سبب خودکشی ها بیماری های روانی، افسردگی و گاهان نامعلوم میمانند.